استحصال پامیدور، غذا برای زمین و گاز طبیعی. این تجربه در زمین نزد حولگی ساکن ناحیه وخش عبدالواسط مدموسایف براهانده شده است. زمینی در اختیار داشتهاش که 7 ساتیخ را در بر میگیرد، در 3 ساتیخ آن 2 گرمخانه موسمی و 1 گرمخانه اینواتسیونی بنیاد نموده و در آنها هر موسم پرورش پامیدور و بادرینگ و دیگر زراعت و سبزوات به اقلیم منطقه مساعد را به راه میماند. این مرد مهنت دوست 1 سال می شود که در نتیجه تجربه اندوخته کار خواجگیداری در همکاری با شریکان رشد و شرکت وطنی نکسیگال مشاور در تاجیکستان گرمخانه اینواتسیونی زمانوی را بنیاد کرده است که حالا زراعت کش شده در آن نشو و نمای خوب داشته روزهای نزدیک به جمع‌آوری حاصل آغاز می‌بخشند. گفته شد که در کشت اول در این گرمخانه ها بادرینگ کش نموده بودند و در کشت دوم باشد پامیدور پرورش می‌نمایند. این گرمخانه اینواتسیونی زمانوی بوده توسط آبمونی قطرگی آبیاری کرده می‌شود. قابل تذکر است که این عائله در گذشته برای تامین احتیاجات روزگار خود اساساً هیزم، انگشت و دیگر نمودی مواد سوخت را خریداری می‌نمودند. همکنون در پیوستگی در این گرمخانه با استحصال گاز طبیعی کلی خراجات برای خریداری دیگر نوع سوزشواری از بین رفته است. در اینجا گاز طبیعی طریق تجهیزات بیوریاکتور استحصال کرده می‌شود. تجهیزات پاروی با آب آمیخته شده را کارکرد نموده بیوگاز و بیونوری استحصال می‌کند. همزمان این خانواده از بطری‌های آفتابی نیز استفاده کرده نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده می‌برند. بیوگاز استحصال شده را برای پختن خوراک یا گرم کردن آب استفاده بردن ممکن است. در نتیجه عملی نمودن این تجربه بیونوری نیز استحصال می‌شود که حاصلخیزی زمین را بهتر می‌نماید. مقصد به راه ماندن چنین تکنولوژی معاصر تامین خانواده با سوزشواری تازه و ارزان، کم کردن پرتاب متان به اتمسفر و همین طریق محدود نمودن گرمشوی گلوبالی ارزیابی می‌شود. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار.